سلام عرض می‌کنم خدمت همه هموطنان عزیزم و همه مردم سراسر دنیا. به زودی مستنداتی رو احتمالاً به صورت اتوماتیک منتشر میشن، شاهد خواهید بود که بعد از مطلع شدن از محتویاتشون مو بر تن تک تکتون سیخ خواهد. چند تا نکته فقط می‌خوام یادآوری کنم و احتمالاً دیگه شاید بعد از این جریان افشاگری به این صورت رو کاملا قطع، مگر اینکه نیاز بشه در یه وقتی یه برهه‌ای مقطعی یک فایلی رو حالا یا نوشتاری یا گفتاری یا تصویری، ولی احتمالاً تصویری که باشه تصویری عین مستنده، نه اینکه کلیپی ساخته شده باشه. حالا توضیحش فکر می‌کنم بهتر بذارم برای موقعی که اگر اتفاق بیفته خودتون ببینید تا بفهمید جریانش بوده. اما یک چیز رو میخوام به همه صریحاً بگم، تصمیم دارم از این لحظه بدون پیگیری‌های بیفایده و بی‌نتیجه قضایی و غیره در این کشور، چون تو این کشور نه قانونی هست نه عدالتی هست نه قضایی معنی میده نه هیچ کدوم از اینا معنی نمیده. همه ما هم این رو به خوبی میدونیم. کاری کنم کاری به مردم ندارم، بخوان نمیدونم الگو بگیرن الگو نگیرن، بفهمن نفهمن، برام هیچ، نه اینکه مهم نیست ولی هیچ فرقی نمیکنه، کار خودم رو انجام میدم. اما چند نکته رو میخوام حتما یادآوری کنم. یک، کلیه جنایاتی، کلیه اموری که به عنوان نمیدونم امور قضایی و پرونده ها و نمیدونم دادگستری و اجرای عدالت یا هر چی که اسمش رو بذاریم طی این چند سال انجام شده به نفع این زن و علیه من، جنایاتیه که مش آدم فاسد در دستگاه قضایی اطلاعاتی و انتظامی تحت سیستمی که آقای خامنه‌ای و شرکا طراحی کردن. البته برای شفافیت باید بگم شرکاش فقط منظورم اون آخوندا و کله‌گندای کشور نیستن، کسانی که به هر طریقی به هر نوعی عادت میکنن به مفخوری و دزدی و خوردن حق مردم، میخواد قاضی باشه، میخواد مأمور باشه، میخواد هر و یادش میره خودش هم جزء این مردم بوده زمانی، کسانی که با تهدید یا با تطمیع مأمور یا با اخفالش برای جاسوسی از یه بیگناه، برای ضربه زدن به یه بیگناه، برای خوردن مال یه بیگناه که خودش همه جوره تحت ستمه و به طمع کردن یه زن جنده‌ای که کسی تر از خودش نیست، سر تا پا نجاست و کثافته، فرقی نمیکنه، صمیمی‌ترین دوستانم باشن، فامیلم باشه، من بعد پیگیری های من به این صورت دیگه نخواهد. یه ضرب العجلی تعیین کردم، اگر کاری که گفتم رو انجام دادن خودشون رو نجات دادن، فقط همین رو میتونم. در غیر این صورت شاهد خواهید بود انتقام من به چه شکل خواهد، یعنی قول میدم سنگ دلترین افراد هم تحمل دیدنش رو نداشت و برام فرقی نمیکنه. من اینطور آدمی نیستم، به موقعش اینقدر کوتاه اومدم، به موقعش به همه رحم کردم، ولی نه به خودشون نه به طفل 6 ماهشون رحم نخواهم کرد. با همون روشی که خودشون بهش معتقدن و بهش عاملند به اشد انها باشون رفتار. آقای اژه‌ای، این آخرین اخطار منه، نمیگم پیام، نمیگم هشدار. آقای خامنه‌ای، خب گوشاتو باز کن. من نه از مردن میترسم، نه از نمیدونم داغ و درفش و تهدید و نمیدونم توتاهای بچگانه اطلاعاتیونه، ولی شما ظاهرا خرفهم نشدید. وقتی یکی آروم صحبت میکنه، وقتی یکی صداش در نمیاد، جنجال به پا نمیکنه، کولیگری نمیکنه، رسوایی آبروریزی زیاد در نمیاره، لزوما معنیش این نیست که بلد نیست یا توانش نمیرسه، ولی من خرفهمتون میکنم. و آخرین نکته‌ای که میخوام بفهمن مردم ایران با خودتون خوب باید صادق باشید. آدم نمیتونه با خودش صادق نباشه. اگر اینطور باشه، اگر کسی بخواد خودش رو گول بزنه، نه اینکه نمیتونه، ولی خودش با دست خودش روحش رو نابود کرده، عاقبتش آیندهش همه چیز رو نابود کرده. با خودتون که نمیتونید صادق نباشید. شما در هیچ موردی تا حالا نتونستید یه تصمیم قاطع بگیرید و روش عمل کنید، روش زندگی بکنید. شاید تک و توکی از نسل جدید تونسته باشن همچین کاری بکنن. هنوز نتونستید بفهمید جای اعتقاداتتون، جای دینتون، جای عرفتون، جای چیزتون، هیچ چی تو زندگیتون معلوم نیست جاش کجاست. همه چی هم برعکس و بیجا. هنوز خودتون نمیدونید چی می‌خواید. پیشنهاد میکنم اگر آینده و عاقبت خودتون و فرزندانتون رو می‌خواید، با خودتون صادق باشید و سعی کنید رفتارتون صادقانه باشه. اروپایی‌ها رو ببینید، خیلی جاهای دیگه دنیا رو ببینید، یه رئیس جمهورشون، یه وزیرشون یه کوچکترین اشتباهی میکنه، یه کوچکترین کاری علیه مردم بکنه که هزار دلیل براش بیاره، روزها و ماه‌ها خیابوناشون سراسر آتش و راهپیمایی و تظاهرات تا زمانی که این مسئله رو حرفشون رو به کرسی بشونن. یعنی حتی یک قدم اجازه نمیدن ظالم بیاد جلو پیشروی بکنه و هی ساکت بشینن تا هی پرروتر بشه، هی قدم بعدی رو برداره. شما گفتن یه چیزی میگن انسان یا حیوان یا هر چی سازگار بتونه با تغییرات خودش رو وفق بده و سازگار کنه، بقا پیدا میکنه. شما دیگه زیادی سازگار شدین. اونقدر که دیگه نمیشه اسمتون رو گذاشت حیوان، حتی اونقدر سازگار شدید که مثل یه ویروس سرماخوردگی که هر کاریش کنی نابود نمیشه، شکل عوض میکنه هر بار. صادقانه میتونید تو آینه تو روی خودتون نگاه کنید، صادقانه میتونید تو روی بچه‌هاتون نگاه کنید. و هر کسی هم عادت کرده بهانه‌اش رو به گردن یکی دیگه بندازه. یارو خیانت میکنه میگه چون فلانی خیانت کرد، یارو دزدی میکنه میگه آقا همه میدزدن. هیچ کس وظیفه خودش رو انجام نمیده و عجبا که هر از گاهی یک نفر پیدا میشه، همون منجی و همون مصلحی که منتظرشین که آیا جمعه که تعطیله بیاد یا نیاد، اتو چادر بیاد یا نه. آقای خامنه‌ای میاد میگه آقا اتو این چادر بیا برو تو اون چه قایم شو که آمریکا میخواد ترورت کنه. خاک بر سر همچه مصلحی، خاک بر سر همچه مصلحی
مسلحی که تو این چاه درش بیارن بفرستنش تو اون چاه قایمش کنن که آمریکا ترورش نکنه، میخواد دنیا رو نجات بده، تعجب میکنم. میدونم که هر اتفاقی بیفته، هزاران نفر جان بدن، هزاران جنجال به پا بشه، شما مردم اینجوری آگاه و بیدار نمیشین. یه سری فاکتورهای لازمه جمع بشه تا بتونید خودتون سرنوشت خودتون رو تعیین کنید. آگاهی، اراده، سختی دادن به خود، گذشتن از بعضی چیزا، حتی به صورت نه موقت، به صورت دراز مدت. شما هم خدا رو میخواین هم خرما رو. نگاه کنید ببینید از کی همچه فرهنگی در وجود شما و نیاکانتون رسوخ کرده، همچه حس و همچه منش ناجوری بوقلمون صفتانی. خدا رو شکر اهل کار انتقادی یا اهل کار چیزا نیستید که یه دفعه به خودتون بیاید. ظاهرا تعصب دارید رو اشتباهاتتون و خطاهاتون. میدونیم یارو میاد پشت سر یکی بد میگه، میدونیم ظلم بهش کرده، حقشو خورده، الانم میخواد تخریبش کنه. ما ایرانی‌ها چطور آدمایی هست؟ بعد همون چون طرف دیگه پلیس زمانی ممکنه هیچ گویی هم نمیتونه بخوره ها، میگیم به خاطری که حالا ما مغازه داریم یا مثلا فلان کاریم، یه فردا برای ما مشکل درست نکنن. خاک بر سر. یا یارو یه مشکل دادگاهی داره، میگه آقا قول دادن این کارو برامون انجام بده. آقای زندی، من نفس کشیدن شما رو هم در تمام طول این مدت منظورم از لحظه ای که شما مسئول این پرونده شدید تا حال حاضر میتونم مستنداً منتشر کنم. نیروهای فاسد انتظامی همینطور، نیروهای اطلاعاتی همینطور، تک تک کسانی که به نوعی ربط داشتن به این مسئله، گفتم حتی فامیل خودم و حتی دوستان نزدیک خودم، با مستندات متقن میتونم همه رو تک تک ثابت کنم. یه زمانی نیروی انتظامی و دادگستری از این ور، یه زمانی که نه، تو کل این دوران از این ور منو روز به روز با دزدیدن اموالم، با غارتش، با هزار جور حقه و کلک و نمیدونم کارهایی که اصلا آدم شاخ در میاره، هیچ جای دنیا همچین رسمی نیست. یه زمانی از این ور این کارا رو می‌کردن، بعد از اون ور اگه کسی ازشون میپرسید آقا جریان چیه، به فلانی ظلم کردین یا فلان، میگفتن نه آقا دروغ میگه، این خودش ببین کار نمیکنه، پول در نمیاره، ببین اگه فلان بود چرا ساکت نشه، چرا شکایت نمیکنه. کسکش من 100,000 شکایت کردم، شمایی که شکایت رو مخفی میکنی، امها میکنی. من 100 بار مدرک تحویل دادم، شمایی که رفتی کسکشی کردی، بکشی کردی، قتل کردی، خونه آتیش زدی، آبرو بردی، مادر خودت رو گاییدی، زن تو به فروش گذاشتی تا بلکه بتونی جلوی من رو بگیری. مگر نگفته بودم آخر این قصه قابل تغییر نیست، فقط یه پایان داره این قصه. الان به صرافتش افتادین که چه کنم. شما فکر کردید بچه من رو گرفتید، حکم ناحقم علیه من دادید، بعد اموال من رو هم غارت کردید، بعد همه جنایتی هم در حق من کردید، بعد همین با یه تهدید یا یه ترسی مثلا جلو پای من گذاشتید، تمام شد دیگه. شما فکر کردید واقعا من بچه‌م از یادم میره یا ولش میکنم؟ عجب احمقایی هستین شما. این ذات کثیف و بی‌مقدار شما رو میرسونه. شمایید که بچه‌هاتون و ناموستون براتون مهم نیست و قانون رو قانون نمیدونید. تعجب میکنید من حقم رو میخوام و پیگیرم و تعجب میکنید که حالا میخوام انتقام بگیرم. چه تعجبی؟ از چی تعجب میکنید؟ نکنه کاراتون یادتون رفته؟ جنایتاتون و کثافتکاریاتون در حدیه و خودتون هم میدونید انقدر مدرک جا گذاشتید و انقدر اوضاعتون خرابه که حتی حاضر نمیشید یک کلمه از حرفای من جای ثبت بشه. آقای فرمانده کسکش منطقه انتظامی بهبهان و فرمانده از کسکش کمتر نیروی انتظامی کشور و فرمانده کل قوا که کسکش اعظمی تو ایران، چرا جوابگو نیستی؟ لابد میخوای بگی من رهبرم، وظیفه‌م نیست این چیزا، وظیفه دیگرانه. چطور تو همه چی دخالت میکنی؟ چطور حجاب به تو مربوطه؟ چطور جزئی ترین کارهای مردم به تو مربوطه؟ چطور با یه دستور تو هزاران نفر تو یه روز کشته میشن؟ و چطور تو بالاترین مقام کشوری تو همه موارد؟ یادت رفته قانون اساسی هم نداریم دیگه؟ بابا بر اساس همون فقه بازی و دروغایی که خودت داری میگی بازم همچه غلطی نمیتونی بکنی، تقصیر رو از گردن خودت ساقط کنی. یه مش بادمجون دور قابچین داری که اینا فقط بیان مخ 4 تا بسیجی قاتلت رو بزنن و هر جنایتی کردی بیان یه جوری فیلم بازی کنن آقا رهبری خودش تنهاست، نمیدونم این مش این اون تقصیری نداره، تقصیر اطرافیانه. نه آقا، ماهی از سر گنده گردد نیز دم. من همیشه گفتم کرم از درخته، سیب نیست. حالا تعجب میکنید میخوام انتقام بگیرم؟ تعجب میکنید که دیگه توی بازی پیگیری و نمیدونم فرافکنی شما شرکت نمیکنم؟ حالا تعجب میکنید که دیگه همه برنامه‌هاتون به هم میریزه؟ کجا شدیدین؟ بهتون نگفتم روزی اون روی هیولایی من رو خواهید دید؟ من تا حالا باهاتون بازی کردم، بگو بخند کردم. خدا بهتون رحم کنه که نمیتونه بکنه. بهتون قول میدم میکشمتون. منتظر باشید، میام سراغ تک تکتون، دیر یا زود، دور یا نزدیک. مثل سگ میکشمتون. سگ شرف داره، مثل کرم و بد بلایی سگ. خودتون، اطرافیانتون و عزیزانتون. هیچ قانون و قاعده‌ای هم قائل نیست. به زودی متوجه میشید که چی گفتم و تا چه حد. فکر نمی‌کنم دیگه نیازی به توضیح بعضی از نکات باشه برای من. همه اون چه که باید میگفتم، همه اون چه که نکات خیلی چیزا رو
که بشه از توش همه چی رو فهمید. قبلا گفتم تکرار کار بیخود، هرچی هم نگفتم از تو همون گفته‌ها میشه در بعدن هم خواه ناخواه خود به خود منتشر. اما اگر واقعا دنبال اینید که یه تعیین سرنوشت برای خودتون بکنید، حداقل من نمیگم تعیین کنید شاه بیاد، تعیین کنید نمیدونم پسر شاه بیاد، تعیین کنید، نه، لااقل از این فلاکتی که حالا توشین نجات پیدا کنیم. مجبور نباشین برای هر کوچکترین کاری هم رشوه بدید، هم فحش بشنوید، هم ناموستون رو بدرن، هم مالتون رو بخورن. هر چیزی روی اساس و قانون خودش روال باشه. هر کی به حق خودش برسه، هیچ کی رانت نداشته باشه، هر کی لایق تره باشه. اگر میخواید اینطوری ادامه بدید، خب دیگه چرا صداتون در میاد؟ این نتیجه همون طرز فکر خودتونه که دارید میبینید. ایرانی نمیتونی هم با تقلب و شطور سواری دلا نمیشه، با تقلب و پارتی بازی و دزدی و حقخوری و حسادت و همه اینا کنار بیای و سازگار باشی، و هم دین رو داشته باشی اونجوری که آخوند داره میگه که شاشیدن به این دین. یعنی اصلا دین نیست، خود اسلامش و قرآنش مشکوکه، چه برسه آخوندی که رفتن یه چیزی از لبنان کپی کردن آوردن صفویه و سعی کردن حالا اینو به عنوان دین. انقدر دیگه از اسلام و دین سنی بعدشون میومد و انقدر جنایت کرده بودن تو ایران، یا روشون نمیشد بگن، یا نمیدونم میترسین اگه از اسلام بری بشین، اسلام رو بذارین کنار، خدا هم همینجوری ببرتتون تو جهنم. خاک بر سرتون. هنوز نفهمیدین تو این دنیا برای چی اومدین و چجوری باید زندگی کنین و برای چی باید برین. اینجاست که همه چی رو مشخص می‌کنه. توف تو اون زندگی که با ذلت و با نفهمی، جهل و ذلت سپری بشه. اگه خمینی گفت رهبر ما اون جوان 14 ساله‌ایه که خودش دادن زیر تانک، من میگم رهبر این مردم باید مجید رضا رهنورد باشه و توماج صالح و حتی نه میدونم مسیح علی نژاد یا غیره. همه اینا رهبر میخوان. همه اینا مردم از خواب بیدار. عمیق‌ترین لایه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم کثیف خامنه‌ای پایه‌هاش کاملا سوس شده و معتقدترین و ملتزمترین مامورینشون خیلی چیزا فهمیدن که نتونستن حاشا و انکار کنن و برگشتن. شاید تا حالا خیانت نکردن، شاید تا حالا جدا نشدن و نبریدن از رژیم و از سیستمشون. خودتون تا حالا دقت نکردید یه مدتیه بگیر و ببنداشون خیلی محدودتر شده؟ فکر می‌کنید واقعا نمیخوان یا دلشون نمیخواد؟ خصوصا الان بعد از اون که خامنه‌ای اون رسوایی رو بار آورد، اون شکست بزرگ رو خورد که سالها 50 سال ایران رو نابود کرد به خاطر یه همچین روزی، الان باید جامعه سر رو سر بکشه. نمیتونن، نه نمیخوان. اون مأمور اطلاعاتی هم میدونه یه حدی مردم ظرفیت دارن. این فنر اگر به حدش برسه میپره، اونم بیشترین پرشش رو خواهد داشت، چون وقتی به حدش رسید دیگه تمومه. الان خیلی وقته که لب مرز ایستاده. باید حتما از هر خانواده‌ای